یک شاعر عربی میگه که لکل شین اذا فرقته عوض. هر چیز در میگه عوضی هست، از او جدا شدی عوض داره. مثال تلفن تا گم کردی تلفنی نو، خدای نکرده زن گرفتی باید زنی نو، برادر تا رفیق تا گم کردی یا رفیق دیگه میوری، خانه باید خانه دیگه، ماشین تا زدی یا ماشین دیگه، هر چی عوض داره. میگه ولیس الله ان فرقت عوضون. اگر خدا را از خدا جدا شدی دیگر جدایی نداری، او دیگه عوض نداره. هر چی را که تو برای دنیا مول باشه این منطقه نفریدی میکره یا میره و دومای نو در خانه میگیری، این زمین نشید یا زمین، این اسب نشید یا اسب دیگه، این لکسوس نشید یا نیکی. گو کسی که خدا جدا میشود دیگه او عوض نداره. گفت همه چی عوض داره. ولی اخلا میگه بچم غم خوردی و با یک چاینک دیگه و یک تلفن دیگه شکست و وقت شمی قبول. میگه کسی که خدا جدا شود او هیچ وقت برکت نمیده. بزرگای ما و شما فقط پیش خدا دعا میکردن، فقط میگفتن ای خدا نه از تو حیات جاودان میخواهم، نه عیش و تنعم جهان میخواهم، نه کام دل و راحت جان میخواهم. ای خدا جان فقط از تو رضای تو میخواهم. فقط زندگیتون رو ببینین ای سر تو وگره که چی عملی کردین که آیا خدا راضیه. خدا که راضی شید، پدر و مادر راضی شید، انشالله در جنت چی میشه بزرگ